ببینید الان اینجا من یه کوچولو زانفیکس گذاشتم، بعد این تیکه چون این آخر این دنبرگه اینجا، برای اینکه اینو بپوشونم یه دونه از این شکوفه ها رو میذارم اینجا، بعد زانفیکس هم میذارم. اون زانفیکس اینجوری میذارم. همه این خیلیه، زیاده، کمش میکنم چون موقعی که اتو میشه خیلی سفت و شق و رق میشه. اینو میذارم، اتو میزنم. اتو رو از بالا نگه میدارم، بخار اتو خودش این زانفیکس رو آبش میکنه. چسبید، اون یکی چسبید، ولی ساقه ها رو ندیگه، ساقه ها رو باید بدوزم با دست. ببینید الان اینجا این دوتا به هم رسیده، اینو باید بچسبونم، اینم بچسبونم، اینجا خالی میمونه. اینو میارم میذارم اینجا که این دوتا رو، این دنبرگا رو بپوشونه. این شکوفه چون کوچیکه هر دو رو پوشش نمیده، باید اینو ورش دارم، یه دونه این بزرگا بذارم. ببینید اینجا من زیر این تور حتما کاغذ پوستی انداختم چون میچسبه هرچی بندازین. ببینید الان اینجا قسمت هایی که زانفیکس خورده